بیننده‌های عزیز تلویزیون زرین، دوستداران برنامه ساعت با زرین، سلام های گرم فصل خزان بر هر یکتان تقدیم می‌دارم و آرزو می‌کنم که در این فصل رنگارنگ برگ ها زندگیتان همیشه رنگارنگ از خوشی‌ها باشه و سعادت همیشگی بر هر یکتان آرزو می‌کنم. با آرزو یعنی که فصل خزان فصل رنگارنگ برگ است. برگ های زندگیتان همیشه پربرگ، درخت زندگیتان همیشه پربرگ باشه، شگوفار باشه. برنامه امروز خدا با یکی از بیترین ها که طوری که همیشه بر شما گفتید که در برنامه ساعت بازرین بیترین ها دعوت میشه، باز هم با یکی از بیترین ها امشب گفته شنوده، امی اکنون گفته شنوده داریم. اینا یکی از مجربترین ژورنالیست های کشور ما هستند که خوشبختانه من موفق شدم که با اینا گفته شنود داشته باشم و اینا طوری که گفتیم فعالیت های رسانه‌ای از اینا بسیار زیاد بوده و در خارج تا عشق بوده. برای منظور ازشان دعوت برنامه تا با ما گفته شنود داشته باشه و لبیک گفته. محترم فیصل کریمی، خوش آمدین، صفا آمدین در تلویزیون زرین، برنامه ساعت بازرین. از اینکه دعوت ما را پذیرفتین از شما یک دنیا سپاس. سپاس بانو زرین گرامی، عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان گرامی تلویزیون زرین. در خدمت شما هستم و خوشحال هستم که با شما گفتگو میکنم. بله، ما هم خیلی خوش هستم که بعد از وقتها یک همکار بسیار عزیز مجرب که ما در موردشان خواندم، مطالعه کردم، فعالیت‌های زیاد در کار رسانه‌ای داشتن، طوری که میگیم رسانه رساندن، یعنی اگر در کل بگوییم رسانه یعنی همه چیز و اینا خوشبختانه که کارهای بسیار بسیار خوب رسانه‌ای داشتن. من زیاد گپ نمیزنم و میخوایم که از خود از اینا بشنویم که چقدر و چه خوب کارهای رسانه‌ای از اینا بوده و در شرایط بسیار بسیار رقم‌بار در کشور ما اینا توانستن که کارهای رسانه‌ای شد اصلا پیش ببرن. خب محترم فیصل کریمی، فیصل بگویم یا محترم کریمی بگویم؟ باید که خودمانی صحبت بکنیم. ولی راحت باشین اما فیصل درست است. اوکی فیصل گرامی. خب طوری که من گفتم بهترین ها دعوت شدن و بهترین امشب هم امیکنون در برنامه ساعت بازرین داریم که فیصل کریمی موسس و رئیس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان بودن و فعلا در تبریز. من زیاد گفته‌ها دارم درباره‌شون، زیاد درباره‌شون مطالعه کردم، چیزای بسیار مقبول درباره‌شون خواندم و کارهای مقبولشون هم خواندم، ولی می‌خوایم که از خود از اینا بپرسیم و به زبان شیرین خود چقدر مقبول قصه خواد کردن که به هر یک ما و شما قابل از این است که بشنویم و کارهایشون ببینیم که تا چی اندازه در اون شرایط کشور ما بوده و فعلا در کجا هستن، کجا زندگی میکنن و چی کارهایی میکنن. خب محترم فیصل، کارهای رسانه‌ای البته ساده نیست، آسان نیست و در شرایطی که شما زندگی کردین، کارهایی که شما کردین، خب مشکلات و خصوصا در اواخر مشکلات زیاد بودن. بیاین که بینندگان زیاد در انتظار نمانم، از شما بپرسم ای که کم در مورد خود صحبت بکنین. شما فعلا در تبریز هستین، کجا زندگی میکنین و فعالیت‌هایتون در تبریز اگر بر ما و بینندگان عزیز تلویزیون زرین توضیح بدین دور از لطفتان نخواهد بود. سپاسگزار هستم بانو زرین گرامی. من از 2.5 سال به این سو در بیریا در کالیفرنیا زندگی میکنم، در تبعید. پس از سقوط افغانستان من، خانواده و همچنان همکاران من مجبور به ترک افغانستان شدیم و در حال حاضر در کالیفرنیا و در آمریکای شمالی همکاران من به کار روزنامه‌نگاری خود در تبعید، در خبرگزاری بانوان افغانستان و انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان ادامه میدن و همچنان در حال حاضر به عنوان پژوهشگر روزنامه‌نگاری نایت در دانشگاه استنفورد مشغول به کار پژوهش و فعالیت‌های علمی هستم و 23 سال به عنوان روزنامه‌نگار، استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه هرات، مدیر رسانه و کارآفرین رسانه در افغانستان کار کردم و در حد ماستری تحصیلات در رشته روزنامه‌نگاری و ارتباطات از دانشگاه شانگهای جیاوتونگ از چین گرفتم و در دانشگاه ایالتی سن‌هوز در کالیفرنیا اینجا هم تحصیل کردم. 22 سال کار، تحصیل و تجربه در صنعت روزنامه‌نگاری و در محیط اکادمیک در افغانستان. در نهایت مجبور شدیم که همه چیز خود رها بکنیم و تصمیم دشوار و سخت بگیریم مبنی بر ترک کشور و خوشبختانه یا بدبختانه بگیم
مجبور شدیم شرایط دیده و افغانستان رو ترک بکنیم و من تانستم تیمی از حدود 30 نفر از همکاران من با خانواده ها و فرزندانشان در مجموع از افغانستان بیرون شدیم و در کانادا و در آمریکا دوباره زندگی تازه‌ای را از صفر شروع کردیم و در حال حاضر هم در تبعید کار خود ادامه میدیم و من تلاش کردم که پس از ترک افغانستان همچنان کار روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای و کار اکادمیک دنبال بکنم و خوشبختانه در 3 سال پسین با تمام دشواری‌ها و سختی‌های زندگی جدید در یک محیط ناشناخته و در یک محیط جدید ادامه دادیم با عد و توان و منابعی که در اختیار داشتیم و همکار ما همچنان ادامه داره و همچنان همکاران ما حدود 15 نفر از همکاران ما 15 خبرنگار زن در 8 حوزه افغانستان در حال حاضر همچنان به کار روزنامه‌نگاری خود با ما ادامه میدن و بدون ناشناس ما خبرگزاری بانوان افغانستان را برای تقویت صدای زنان در حاکمیت طالبان و کارش ادامه میدیم و در حال حاضر به عنوان یک رسانه در تبعید برای زنان و برای بازتاب صدای زنان در سطح جهانی و کار خود در تبعید ادامه میدیم. بسیار عالی و چقدر خوب شما فعالیتاتون کار با زنان است و فعلا شرایط زنان در افغانستان چیز خبرنگار زن در مجموع خوب نیست و این فعالیت شما قابل تمجید است واقعا که کار رسانه‌ای طور گفتم ساده نیست. فیصل گرامی، در صحبتاتون گفتین مجبور شدین کشور ترک بکنین. تصمیم به ترک افغانستان و ادامه کار رسانه‌ای در تبعید چقدر برای شما سخت است؟ میدانیم که ترک کشور، ترک سرزمین مادری برای هر فرد سخت‌ترین تصمیم زندگی او هست و ما هم تصمیم سخت مناچار و به دلیل اون تهدیدهایی که وجود داشت گرفتیم و مجبور شدیم همه چیز در محیط ناشناخته و در یک محیط جدید با تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های زبانی شروع بکنیم و باز هم که شما خواسته باشین با همون تجربه و تخصص و کاری که در کشور خود داشتین دوباره در تبعید هم به همون کار ادامه بدین. شما میدانید که چقدر سخت است با کمبود منابع، با کمبود فرصت‌ها و با زندگی جدید. شما وقتی در جامعه جدید میایین هیچ رگ و ریشه‌ای ندارین، هیچ شناختی ندارین، از سر نو بعد شما همه چیز را از نو هم زندگی شخصی خود بسازین و هم زندگی حرفه‌ای خود دوباره بسازین و این بسیار سخت بود و تصمیم سخت بود و قطعا خب دشواری‌های بود و ما خوشبختانه با استفاده از منابع و فرصت‌هایی که در ایالات متحده آمریکا وجود داشت تلاش کردیم که از طریق ارتباطات حرفه‌ای و ارتباطات قبلی که داشتیم به کار روزنامه‌نگاری خود در تبعید ادامه بدیم. دوباره رسانه خود در تبعید ساختیم و همچنان نگرانی ما نسبت به آینده افغانستان، نگرانی ما نسبت به ایمنی و امنیت همکاران ما در داخل افغانستان و نگرانی ما نسبت به پایداری یک رسانه در تبعید همچنان پابرجا هست و ما تلاش میکنیم تا با این چالش ها از طریق مکانیزم های مقابله ای تاباوری بیشتر داشته باشیم و بتونیم راه حل پیدا بکنیم تا اینکه بتونیم همچنان اگر کشور ترک کردیم اما همچنان بتوانیم برای سرزمین خود کاری بتونیم انجام بدیم از طریق روزنامه‌نگاری و از طریق آموزش زنان خبرنگار و دختران جوان در داخل افغانستان. شما می‌دانید که دوری از خانواده، مشکلات مالی برای رسانه‌ها در تبعید، زبان و فرهنگ جدیدی که شما برو میشن و استرس‌ها، فشار روحی روانی که بر مهاجرین تازه وارد میشه چالش‌هایی است که همه مهاجران به نوعی او دست و پنجه نرم میکنه و نیاز است تا ما مهارت‌های تاب‌آوری خود بالا ببریم تا بتونیم از زندگی جدید به عنوان یک فرصت هم برای مردم خود در کشور خود که ترک کردیم و هم برای خود و خانواده خود بتونیم به حال کاری انجام بدیم. بسیار خوب. خب طوری گفتیم چالش‌های زیاد وجود داشته و در این مسیر شما خب هنوزم کار میکنین و طوری که گفتین کارتان پیش میره و ما آرزو داریم که هر آنچی آرزو داریم به مطور پیش بره و البته که بله مساعد نیست، همه چیز امکانات در دسترس ما و شما نیست و خصوصا که شمایی که نو آمدین طبعا با چالش‌های روبرو میشین، ولی من میبینم طوری که شما صحبت میکنین با این تجربه که دارین با این چالش‌ها که روبرو میشین حتما میگذره و به موفقیت میرسین.
خب فیصل گرامی، شما از عنوان گفتیم و خبرگزاری به عنوان افغانستان در تبعید چی اهداف و ماموریت های دارن و چگونه با مسائل و چالش های زنان افغان میپردازیم؟ بله، ما خبرگزاری بانوان افغانستان رو در سال 2016 در هرات در غرب افغانستان تأسیس کردیم و طی حدوداً 8 سال پسین تلاش کردیم تا صدای زنان افغانستانی رو در سطح جهان مطرح بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم از دستاوردها، از مشکلات، از چالش‌ها و از تابوهایی که در برابر زندگی زنان در محیط سنتی افغانستان وجود داره. خوشبختانه این 8 سال ما به کار خود ادامه دادیم و مأموریت اصلی ما همونطور که گفتم اطلاع رسانی در مورد مسائل و چالش‌های زنان، دسترسی زنان به اطلاعات، به معلومات درست و موثق، دسترسی به آموزش، حقوق بشر و بازتاب فرصت‌های اقتصادی که زنان دارن و همچنان ما بتانیم اخبار و اطلاعاتی که پیرامون زندگی زنان در افغانستان وجود داره، ایجاد آگاهی بیشتر برای زنان، دسترسی زنان به عدالت، تقویت شبکه زنان خبرنگار در داخل افغانستان از طریق ایجاد نهادها و از طریق آموزش و دوره‌های کارآموزی برای زنان خبرنگار و حمایت از زنان خبرنگار بخش اصلی تمرکز ما در انستیتوت و خبرگزاری بانوان افغانستان بوده. خوشبختانه همچنان کار ما ادامه داره و ما در حال حاضر در پهلوی اطلاع رسانی برای زنان و بازتاب صدای زنان افغانستان در حکومت طالبان تانستیم که دوره‌های آموزشی و کارآموزی را سالانه برای 12 زن خبرنگار، دختر جوان خبرنگار که از آموزش در دانشگاه افغانستان محروم شدن، ما می‌تونیم اونها را از طریق برنامه‌های آموزشی آنلاین، دوره‌های آموزشی روزنامه‌نگاری کوتاه مدت را برایشان فراهم بکنیم و همچنان زمینه کار عملی را در خبرگزاری افغانستان، خبرگزاری زنان افغانستان با اون کارآموز برایشان فراهم بکنیم و اونها را آموزش بدیم، دوره‌های مربی و مربیگری را برایشان فراهم بکنیم تا آنها کم کم آماده بشن تا بتونن با اون روزنامه‌نگار در افغانستان کار بکنن و خوشبختانه در حال حاضر تیم حدوداً 15 نفر از دختران جوان افغانستان در 8 حوزه افغانستان همراه ما با شرایط سخت دارن کار میکنن. دختران شجاع سرزمین ما که به گونه ناشناس با چالش‌های و با محدودیت‌های ویژه با به خطر انداختن جان خود و خانواده خود همچنان متعهدند تا برای هم نوعان خود و برای زنان محروم افغانستان و دختران محروم از آموزش و تحصیل و کاری بکنن و نگرانی ها و چالش های ناره در سطح بین المللی همچنان بازتاب بدن و ما بستری شدیم برای چنین ابتکاری برای زنان افغانستان در این شرایط دشوار. بسیار خب، شما گفتین که در شرایط سخت خبرنگارای شما دارین در 15 خبرنگار میشن و دخترای جوان، زنای جوان با شما کار میکنن. خب البته فعلا شما میفهمید که کار رسانی در افغانستان بسیار دقت بار است، ممکن نیست و آزاد خبرنگار باید آزاد باشه، آزاد کار کرده نمیتونن و در مجموع وضعیت رسانه و خبرنگاران فعلا در حاکمیت طالبان که همه چیز ممنوع است برای زنان چگونه است آقای فیصل؟ و اگر بر ما هم بگوین در رابطه به این که کاری که کار رسانی میکنن ساده نیست، اونا اینترنت کار دارن، اونا مواد کار دارن، کار رسانی خود باید هم ما داشته باشیم کار رسانی بکنیم، یعنی امکانات هم بشون میسازیم. بله، شما میدونید که وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در حاکمیت طالبان بسیار وخیم است و روز به روز محدودیت ها، شرایط دشوار، ارعاب، تهدید، سانسور، شکنجه و لطکوب همچنان وجود داره و وضعیت متاسفانه ناامید کننده است. اما وقتی که شما با زن باشین، شما میدونید که چالش ها و دشواری های یک زن، آن هم یک زن خبرنگار، بسیار سخت‌تر و دشوارتر هست. آن هم یک زن خبرنگاری که حالا با یک رسانه خارجی و یک رسانه تبعیدی کار بکنه. این چالش ها و نگرانی ها با روش های نظاممند و سیستماتیک برای حذف زنان، برای حذف جامعه رسانه‌ای و برای تقویت ایدئولوژی طالبانی متاسفانه همچنان وجود دارد و این در هیچ شکی نیست. اما چالش های زنان به مراتب بیشتر و زیادتر هست. ما برای همکاران خود امکانات فنی و تکنیکی لازم را برای تهیه گزارش های چند رسانه‌ای در داخل افغانستان فراهم کردیم. برایشان
آموزش های لازم برای خود ایمنی و امنیت بیشتر، امنیت فیزیکی و سایبری برایشان فراهم کردیم. با مکانیزم های و پروتکل هایی که داریم تلاش میکنیم تا اولویت اصلی را برای حفظ جان و سلامتی خود و خانوادهشان در نظر بگیریم و تلاش بکنیم تا حداقل در چالش ها و دشواری ها را برشان به حداقل برسانیم. بنابراین ما هم با دشواری های بسیار زیادی اینجا روبرو هستیم، با کمبود منابع و امکانات مالی و تکنیکی که بتانیم کار خود را توسعه بدیم، همکاران بیشتر استخدام بکنیم. بازم تلاش میکنیم تا ایمنی همکاران ما اولویت اصلی کار رسانه‌ای ما هست. بنابراین در شرایط دشوار کار کردن، شما می‌دانید که رسانه‌ها در حاکمیت طالبان آزاد نیستند. حتی رسانه‌های خصوصی و رسانه‌های تجاری تبدیل شدن به دستگاه خبرپراکنی و ماشین تبلیغاتی طالبان و ایدئولوژی طالبانی از طریق رسانه‌های نه تنها رسانه‌های حکومتی بلکه رسانه‌های خصوصی هم داره انجام میشه و تهدیدها، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های شدید بر محتویات رسانه‌ها و تقریبا آزادی بیان و رسانه مستقلی میتونیم بگیم که در داخل افغانستان دیگه وجود نداره. بله، خب تا گفتین محدودیت‌ها بسیار زیاد در افغانستان و امکانات خبررسانی هم طوری که شما گفتین ما میفهمیم، جهان میفهمه و به خصوص ژورنالیستایی که فعلا داریم و مثل شما و همه میفهمن. شما در افغانستان توجید درس دادین، کار کردین، بهتر و خوبتر از ما شرایط میفهمین و درک میکنین و ما همچنین این زنای قهرمان درک میکنیم با چنین امکانات، با چنین محدودیتی که هست اینا دست پنجه نرم میکنن ولی کار رسانه‌ای خود پیش میبرن. ما به هر یکشان میبالم و برای یکشان احترام میکنیم. خب آقای فیصل، طوری که گفتیم محدودیت زیاد است، شرایط رسانه‌ای فعلا در افغانستان بعضی رسانه‌ای کشور خوب نیست، در مجموع در کل خوب نیست و شما مناسب خبرنگار که و استاد یک دانشگاه، چطور طالبان چگونه باید با رسانه‌ها و خبرنگاران برخورد میکنن؟ شما هم بودین مدتی در تا وقتی که تصمیم به ترک افغانستان شد. بله، همونطوری که همکاران ما در داخل افغانستان گزارش میدن و ما از اونا میشنویم، همچنان ما به عنوان پژوهشگر در 2 سال پسین 3 تا پژوهش علمی در زمینه وضعیت روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها در حکومت طالبان در افغانستان انجام دادم و با حدود 40 تا 50 خبرنگار و مدیر رسانه در داخل افغانستان من مصاحبه عمیق انجام دادم و دشواری‌ها و چالش‌ها را زمانشان شنیدم و طالبان حدوداً 22 دستور عمل سختگیرانه رسانه‌ای را برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و محدودیت بر خبرنگاران در 3 سال پسین وضع کردن و روز به روز بر این دستورهای یا این مقرره‌های طالبان افزوده میشه و در این حال فرمانها و دستورهای شفاهی که طالبان از طریق تماس تلفنی و از طریق فراخواندن به مدیران رسانه و خبرنگاران میدن به این بی حساب است. روز به روز به صورت شفاهی تهدیدهای اینا دریافت میکنن و مجبور به پذیرش اون دستورها و تهدیدهای طالبان هستند و میدونیم که دشواری‌ها و چالش‌ها در زمینه‌های مختلف هست. طالبان مجموعی از استراتژی‌های سختگیرانه و تسخیر رسانه‌ای را در نظر گرفتن و یافته‌های پژوهش اخیر من نشان میده که طالبان با 8 استراتژی محدود کننده به جریان آزاد اطلاعات در افغانستان را محدود کردن و در عین حال به ترویج ایدئولوژی و دستگاه تبلیغاتی خود در تقویه کردن. شما میدونید که سانسور جدید، محدود کردن انتشار و اطلاعات، بازداشت و شکنجه خبرنگاران در داخل افغانستان، بسته کردن رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های متعلق به احزاب سیاسی و رسانه‌های مخالف طالبان، تهدید به ارهاب خبرنگاران و به تازگی هم شما دیدیم که طالبان دستور صادر کردن که رسانه‌ها حق پخش میزگردهای آنلاین، میزگردهای زنده را در رسانه‌ها ندارن و باید این میزگردها را ثبت بکنن و اینا را بفرستن به اداره رسانه‌ای طالبان تا اونها مانیتور بکنن، سانسور بکنن، بعد از اجازه پخش دارن. شما خبر شدن که طالبان لیست حدود 60 نفره از کارشناسان نزدیک به خود به رسانه‌ها فرستادن که رسانه‌ها مکلفن که فقط با این افراد گفتگو بکنن و اینها رو به اون مهمان دعوت بکنن. چالش‌های ویژه و دستورهای ویژه‌ای را مخصوص زنان خبرنگار وضع کردن. شما می‌دانید که حتی اینا مجبور هستن در یک اتاق خبر جداگانه با مردا کار بکنن، پوشش
صورت از طریق ماسک و این محدودیت‌های دیگه، خب محدودیت‌های دیگری است. در 15-16 ولایت افغانستان هیچ خبرنگار زنی در داخل افغانستان در اون ولایت‌ها وجود نداره. 83% زنان خبرنگار شغل خود ترک کردن یا خانه‌نشین شدن یا مجبور به ترک افغانستان شدن. رسانه‌های خارجی و رسانه‌های تبعیدی به شدت اینها زیر نظرن و محدود میشن، خبرنگارانشان بازداشت میشه، پخش برنامه‌های ماهواره اینا مختل شده، وبسایت‌ها و وبسایت‌های رسانه‌های تبعیدی بلاک شده و رسانه‌های خارجی دسترسیشان محدود شده در داخل افغانستان و در این حال موج بزرگی از تبلیغات، اخبار جعلی، اطلاعات نادرست و گمراه کننده از طریق رسانه‌های وابسته به طالبان به شدت زیاد میشه و به شدت زیاد شده. والا بخشی از کار ما و دیگر همکاران ما در تبعید نقش پادزهر عمل کردنه. یعنی ما تلاش میکنیم از طریق اطلاع رسانی درست و سریع بتونیم نقش پادزهر در مقابل اطلاعات زهرآگین و در برابر محیط آلوده اطلاعاتی که طالبان در داخل افغانستان ایجاد کردن ایفا بکنیم. ما تلاش میکنیم بخشی از کار ما هر روز برمیگرده به فکت چکینگ یا راستی آزمایی اطلاعات و مبارزه با اطلاعات نادرستی که هر روز به گونه نظاممند از طریق رسانه‌های مختلف برای مردم ارسال میشه و مردم ما قربانی این اطلاعات میشن. بنابراین کار بسیار سختی است روزنامه‌نگاری در تبعید با کمبود منابع و کمبود فرصت‌ها و در این حال محدودیت دسترسی به اطلاعاتی که در داخل افغانستان ما و همکاران ما داریم. ما تلاش میکنیم تا به نوعی منابع جایگزین را در حقیقت بتونیم پیدا بکنیم و ما در حقیقت تبدیل نشیم به اون اخبار جعلی و مهندسی شده و اطلاعات نادرستی که سخنگویان و نهادهای مطبوعاتی طالبان از طریق اعلامیه‌ها و نشست‌های خبری ارائه می‌کنند. بله. خب واقعا که صحبت‌ها نگران کننده است درباره هر یک از همکاران ما در افغانستان و در مجموع همکاران رسانه‌ای ما. واقعا ما شما همه روزه می‌بینید کامرامن زده میشه، شلاق میگیره، خبرنگار زده میشه، میزنن، میکنن و اجازه هیچ چیز ندارن و دور انداخته میشن و خب و هنوز میبینیم که روز به روز افزایش پیدا میکنه که واقعا بر شما نگران کننده. در مجموع برای تمام ما و شما و بخصوص با کارمندای رسانه‌ای ما قابل نگران است و ما هر یک ما شما البته چون نمیتونیم که با این دید همکارای خود ببینیم و در چنین وضعیتی قرار دارن که واقعا مشکل است. آقای فیصل، خب با وجود از اینکه محدودیت‌ها طوری که شما هم توضیح دادیم گفتیم، من گفتم زیاد است و طوری که من هم گفتم روز به روز افزایش پیدا میکنه. حتی یک استودیو نمیتونه که خبرنگار زن به طور نرمال خبر بخونه و یا گزارش آماده بکنه. در صورت طوری که شما گفتیم محدودیت‌ها و بسیار زیاد است و افزایش پیدا میکنه. در این صورت خب خبرنگاران و خبرنگاران رسانه‌ای باید خبرنگاران ما از دید شما چگونه باید عمل بکنن با چنین شرایطی؟ بله، ما در محیط‌های خطرناک و دشوار باید یک سری مهارت‌های نرم را به عنوان خبرنگار باید یاد بگیریم. مهمترین مسئله یاد گرفتن یا ارتقای مهارت تاب آوریه. یعنی ما باید به عنوان روزنامه‌نگار یک مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای داریم که به رشته و به مسلک و به مردم خود بنایی مسئول باشیم و پاسخگو و متعهد باشیم. بنابراین ما باید مهارت‌های تاب آوری را بالا ببریم که چگونه در شرایطی سخت و دشوار بتونیم به کار خود ادامه بدیم، هم لحاظ رعایت امنیت فیزیکی و هم رعایت امنیت روانی خود. بنابراین ما باید اول خود به عنوان روزنامه‌نگار تاب آور در شرایط سخت و دشوار بکنیم. مثلا دیگه خب امنیت ما خیلی مهمه. بنابراین عمده‌ترین مسئله‌ای که روزنامه‌نگاران در داخل افغانستان باید بود در نظر داشته باشن رعایت امنیت فیزیکیشان است. کاری نکنن که جانشان به خطر بیفته. هیچ خبری ارزش حتی خون شدن بینی یک انسان و یک خبرنگار نداره. اول باید به ایمنی خود باید فکر بکنند. از طرف دیگر وقتی که متعهدن به مسلک و حرفه روزنامه‌نگاری، راه‌ها و مکانیزم‌هایی وجود دارد که می‌توانند با تاب‌آوری بیشتر به کار خود ادامه بدن. بخش دیگر از این خب رعایت به اصطلاح ابزارهای دیجیتال و رمزنگاری شده که وجود داره بر امنیت اطلاعاتشان
میتونن استفاده بکنن از طریق نصب برخی از اپلیکیشن های امنیتی در موبایل هایشان و رمزنگاری و پروتکل هایی که بین خود و همکاران خود در بیرون دارن و همچنان از طریق همکاری با نهادهای بین المللی و از طریق به اصطلاح استراتژی نام ناشناس و منبع ناشناس و از طریق ایجاد شبکه‌های حمایتی در داخل افغانستان و در بیرون میتونن به کار خود بلایی ادامه بدن و همون دشواری‌ها و تهدیدهایی که وجود داره حداقل برسانن و این میتونه به اصطلاح جواب بده. خوشبختانه در 3 سال پسین ما تجربه نسبتا خوبی داشتیم و خبرنگاران ما در داخل هنوز هم به درستی به کار خود ادامه میدن، شجاعت به خرج میدن، حتی در بس موارد جان خود به خطر میندازن. خبرنگاران ما هنوز هم برای اطلاعات نسبتا خوب گاهی وقتا از داخل افغانستان به بیرون ارسال میشه، مخابره میشه، ما بخشی از اطلاعات میتونیم دریافت بکنیم. بخشی از مسائل دیگه که خبرنگاران ما در نظر بگیرن اینه که به نظر من ما ببینیم که سانسور و پروپاگاندای حکومتی به شدت و سیستماتیک در حال گسترش هست. راههایی رو پیدا بکنیم که حداقل ما خبرنگاران داخلی، خبرنگارانی که در داخل هستن، تبدیل نشین به اون ماشین تبلیغاتی تاروان. ما حداقل اگر نمیتونیم خیلی از واقعیت ها رو بگوییم و حق داریم به خاطر امنیت خود گاهی وقتا خود سانسوری بکنیم، حداقل ما تریبیونی برای اون ترویج ایدئولوژی و افکار افراطگرایی و پروپاگاندای طالبان حداقل نشیم. این بسیار مهم است. حداقل اگر نمیتونیم به درستی کار خود پیش ببریم، تبدیل به روابط عمومی و تبلیغاتچی گروه طالبان نشیم که متاسفانه برخی از رسانه‌ها شدن به دلایل مختلفی. و این مسائل است که خبرنگاران باید این مسائل جدی بگیرن و روش‌های خلاقانه و ایمنی وجود دارد که میتونیم همونطوری که پیشتر عرض کردم به کار خود محتاطانه و بهتر ادامه بدیم. بسیار خوب. خب آقای میثم، طوری صحبت شما گفتین خب عملکرد خبرنگاران در مجموع باید از گروه‌های مختلف و اخلاق رسانه‌ای کار بگیرن آرام. خب طوری گفتین اینا در هر صورت چنین کار را میکنن. شما نظر به فعالیت خود شما و به کار رسانه‌ای تجربه‌ای که دارین، نقش رسانه‌های مستقل در تبلیغ برای اطلاع رسانی یعنی به جامعه افغانستانی اهمیت داره؟ 100% رسانه‌های مستقل در تبعید نقش حیاتی در اطلاع رسانی سریع و مستقل به جامعه افغانستان دارند. در جامعه‌ای که اطلاعات نادرست به شدت در حال گسترش است، در جامعه‌ای که رسانه آزاد و مستقل وجود ندارد، در جامعه‌ای که ارعاب و تهدید خبرنگاران و رسانه‌های داخلی وجود دارد، در جامعه‌ای که رسانه‌های داخلی هی دارن بسته میشن از طرف طالبان، خب نقش رسانه‌های تبعیدی برای حداقل از بین بردن اون دیواره آتشی که طالبان ایجاد کردن، ما بتونیم اون دیواره آتش طالبان از طریق اطلاع رسانی سریع و درست بتونیم دور بزنیم و بتونیم اطلاعات به مردم از طریق مجراها و کانال‌های مختلف چه سنتی و چه دیجیتال بتونیم بر مردم برسانیم. و این رسانه‌ها و دلیل همون محدودیت‌ها و سانسوری که در داخل وجود دارد، نقششان بیش از هر زمان دیگری مهم، حیاتی و اساسی هست، هم برای ایجاد آگاهی در داخل و هم برای همبستگی میان مردم افغانستان در داخل و در خارج، تا حداقل ما بتونیم صدای مردم افغانستان رو به گوش جهانیان برسونیم. اگر در حال حاضر به نظر من و به باور من، اگر جامعه جهانی امروز از اختناق، از سانسور، از سرکوب، از موارد نقض حقوق بشر در داخل افغانستان با خبر میشد، به یمن ایجاد و حضور این رسانه‌های تبعیدی هست که اینها با استفاده از منابع و شبکه‌های منابع و حمایتی که در داخل دارن، چه از طریق خبرنگاران خود در داخل و چه از طریق خبرنگاران شهروندی در داخل و از طریق چه زنان و چه جوانانی که خودشان رضاکارانه اطلاعات و اسناد و مدارکی به رسانه‌های تبعیدی میفرستند، نقش حیاتی در باستا و اشتراک گذاری این چالش‌ها در سطح بین‌المللی دارن و نقششان به نظر من بسیار مهمه تا این صدا و این نگرانی به گوش جهانیان رسانیده بشه برای حمایت از حقوق بشر در داخل افغانستان، به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها، برای تقویت جامعه مدنی
میدانیم که خب ایجاد شبکه‌های اجتماعی و تغییرات جامعه مدنی بسیار مهم هست و هم برای آگاهی مردم و ارسال درست به آنان در داخل کشور و مبارزه با موج بزرگی از اطلاعات نادرست، سیستماتیک و جعلی که از طریق دستگاه حکومتی منتشر میشه. خب شما گفتین با موج بزرگ هست، یعنی اینجا که خب رسانه باید طور گفتیم رسانه تمام در یک کشور تمام چیز میتونیم به یک رسانه بگوییم و در این صورت رسانه باید واقعیت‌های عینی کشور درست برسانه و این وظیفه هر یک از کارمند رسانه‌ای است، از خبرنگار درست در هر یک. پس چطور میتونیم از نظر شما پروپاگاند طالبان باید با طالبان چگونه کار کرد؟ بله، سوال بسیار مهم و اساسی است به نظر من. ما همونطوری که پیشتر هم عرض کردم، ما باید 10 پهلوی اطلاع رسانی درست، سریع و با واقع برای مردم افغانستان به نقش پادزهری خود در حقیقت بتونیم ادامه بدیم. نقش عمل کردن به عنوان پادزهر به این معنی که ما تلاش بکنیم که تبلیغات دولتی و سانسور و اطلاعات نادرست در خنثی بکنیم. خنثی کردن از طریق چه مسائلی؟ یکی از طریق اطلاع رسانی درست و سریع به مردم هست، عاجل اطلاعات درست به مردم منتشر بکنیم تا مردم درست بتونن تصمیم بگیرن. و از طرف دیگه ما خبرنگاران و رسانه ها در تبعید مسئولیت داریم تا در زمینه سواد رسانه‌ای و افزایش آگاهی و تفکر انتقادی شهروندان هم نقش ایفا بکنیم. به چه معنا؟ به این معنی که وقتی که ما سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم و سطح تفکر انتقادیشون رو بالا ببریم و اینا میتونن در حقیقت اطلاعات نادرست از اطلاعات درست تفکیک بکنن یا اطلاعات درست از اطلاعات نادرست تفکیک بکنن. یعنی ما باید سواد رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم و مردم رو آگاه کنیم که وقتی که در معرض اطلاعات قرار میگیرن چه کارها و چه مراحل دنبال بکنن تا تصمیم میگیرن که به این اطلاعات باور کنن یا این اطلاعات رو باور نکنن. یعنی ما باید تلاش کنیم که به مردم یاد بدیم، آموزش بدیم که وقتی شما اطلاعات رو میشنوین چگونه به اونو باور کنیم، باور بکنیم یا نکنیم و برای راستی آزمایی اطلاعات چه کارها رو باید انجام بدیم. به این بسیار مهم شده. از طرف دیگه امروز به یمن رسانه‌های اجتماعی و اشتراک گذاری اطلاعات توسط خود شهروندان و شهروند خبرنگاران به نوعی اطلاعات مستند از محیط در بسیار از مواقع برای ما و همکاران ما میرسه و وقتی ما اطلاعات منتشر میکنیم مردم باور میکنن که بله واقعیت چیز دیگری است، اما رسانه‌های وابسته به طالبان در حقیقت چیز دیگری انجام میدن. یعنی ما باید بریم به سوی راستی آزمایی اطلاعات. باید حداقل نیمی از مأموریت و استراتژی اطلاع رسانی ما باید همین راستی آزمایی و مبارزه با موج سنگین اطلاعات نادرست و تبلیغات دولتی طالبان باید باشه و ما منابع جایگزین را پیدا بکنه. وقتی طالبان به عنوان منبع رسمی اطلاعات منتشر میکنن، منابع غیر رسمی وجود داره که ما میتونیم از طریق منابع غیر رسمی و مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه که در داخل افغانستان کار میکنن ما بیشتر میتونیم به اطلاعات اونها بیشتر تمرکز بکنیم و تکیه بکنیم تا اینکه مثلا ما از سخنگویان طالبان چیزی را بخوایم. افرادی در حکومت طالبان از حکومت پیشین، افراد صادق و درستکاری هنوز هم در اداره‌های دولتی افغانستان وجود دارند و اینها بسیار از مواقع به عنوان منابع دست دوم اطلاعاتی را برای رسانه‌ها و خبرنگاران می‌فرستند که به گونه ناشناس و با رعایت پنهان ماندن هویت اونها این کار انجام میشه. یعنی ما میتونیم از طریق راه‌های مختلف مبارزه بکنیم با اون موج بزرگی از اطلاعات نادرست و گمراه کننده. بله، با دیگه شرایط واقعا وخیم است، کار بسیار بسیار خب طوری که گفتین شما امکانات بسیار کم و تهدیدات هم زیاد و به هر یکی همکاران خود که در اینجا با چنین شرایطی کار میکنن واقعا که کارشان قابل ستایش هستن. خب شما گفته‌های درباره رسانه‌های داخل کشور هستن، صحبت‌های داشتیم، نظر به تجاربی که داشتیم، گفته‌های گفتیم و توضیحات بسیار مقبول در رابطه با کار رسانی در داخل کشور داریم و فعلا در شرایطی که واقعا وضعیت وخیم است ما قرار داریم و همکاران نام خدا با مخالفت کار میکنن. شما رسانه‌ای که دور از وطن هستن کار میکنن با کدام
نظر به تجربه که دارین البته پرسش میکنم که با کدام مسئله ها باید بیشتر توجه بکنن؟ سوال بسیار خوبی است. ببینید ما در پهلوی اطلاع رسانی و آگاهی از مسائل روز خب چند حوزه بسیار آسیب پذیر در افغانستان. یکی حقوق بشر، وضعیت زنان، وضعیت کودکان و مشکلات اجتماعی که در حال حاضر وجود دارد. تمرکز به این موضوعات در محتویات رسانه ها باید بیشتر بشه. باید ما سهم بیشتری برای محتوا، برای چالش های صدای زنان در داخل افغانستان بدیم. برای موارد نقض حقوق بشر باید بیشتر میدان بدیم و بیشتر برنامه ها و گزارش های رسانه‌ای را تهیه و تولید بکنیم. از طرف دیگر با نهادهای حقوق بشری که در داخل وجود دارن، با نهادهای بین‌المللی در داخل وجود دارد، بیشتر باید نزدیک بشیم، اطلاعات تلاش کنیم تا از اونها دریافت کنیم و به گوش جهانیان برسانیم. خب قطعا اون حفظ استقلال و حالا حدوداً بی‌طرفی هم که حالا مهم است که بدون جهتگیری سیاسی به کار خود ادامه بدیم. بحث دیگر بحث حفاظت از منابع هست. همونطور که عرض کردم در داخل افغانستان هنوز افرادی از حاکمیت پیشین در دستگاه دولتی وجود دارند که اینها اطلاعات و مکتوبه ها، نامه های رسمی هر از گاهی رسانه ها میفرستند. این منابع هویتشان باید حفظ بشه و ما تاکید میکنیم بر حفاظت از منابع تا اونها با انگیزه بیشتری اطلاعات درست و اسناد و مدارک و خبرنگارا و رسانه ها بفرستند. بحث دیگر بحث همکاری با سایر رسانه ها هست. من باور دارم که همه رسانه های تبعیدی یک دشمن مشترک دارن. وقتی که همه ما با یک دشمن مشترک روبرو هستیم، دیگه بحث رقابت اطلاع رسانی سریع در شرایط فعلی به نظر من تا حدود باید کنار بگذاریم. بیایم با هم دیگر همکاری بکنیم و تبادل اطلاعات بکنیم. بخش از رسانه ها همکاران بیشتری دارن، برخی همکاران کمتری دارن. ما از طریق تفاهم‌نامه‌های همکاری کارهای مشترک رسانه‌ای و رسانه‌های تبعیدی میتونن با کمک همدیگر داشته باشیم. ما از فرصت‌ها، از ظرفیت‌ها و از منابع همدیگر برای کار قدرتمندتر و برای کار سریعتر خوبه که ما استفاده بکنیم. شرایط حساسی اینجا مهم نیست که بگیم ما ادعا کنیم که ما تریبون و رسانه اول در اطلاع رسانی هستیم. مهم تاثیرگذاری کار است. وقتی که همه ما در یک شبکه قرار بگیریم و مشترکاً کارهای مشترکی هر از گاهی انجام بدیم، کار ما تاثیرگذارتر و کار ما مهمتر هست و نیازمند چنین همکاری هستیم. متاسفانه در حال حاضر چنین همکاری بین رسانه‌های تبعیدی وجود نداره، با واسطه که ما تقاضا کردیم که همکاران عزیز بیایم مشترک کارهایی را انجام بدیم. ما در حوزه زنان کار میکنیم، شما در حوزه دیگری کار میکنیم. با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع همدیگر ما میتونیم کارهای تاثیرگذارتری بگونیم مشترک برای افغانستان در شرایط حال حاضر داشته باشیم. بله و آرزو دارم که صدای شما را تمام رسانه‌هایی که در طبیعت فعلا در خارج از کشور زندگی میکنن، ما مجموعه زیاد در آلمان داریم از خبرنگاران، ما در بلژیم داریم، در آلند داریم که واقعا فعالیت هم میکنن. ای کاش که خوب است که با هم یک جا شدن و این فعالیت ها گسترش پیدا میکنن و چقدر خوب است که همپذیری و نظریات و کار رسانه‌ای رو میتونیم که در افغانستان از اینجا بیشتر خوبتر بسازیم. آرزو دارم که صحبت‌های شما را بشنون و توجه بکنن به کار رسانه‌ای مشترک. رسانه برای یک دوست نمیشه، رسانه که گفتیم بر کل است، بر کل باید بر کل یک جا شوند و کار رسانه‌ای خود با هم عملتر و افزایش بدن و زیادتر بسازن. خب شما از زنان صحبت کردیم و فعلا حوزه زنان در افغانستان که خبرنگاران زنان کار میکنن و هر یکشان در شرایط بسیار دشوار کار میکنن که من هم درک میکنم، شما هم درک میکنیم. چی توصیه داریم برای بانوانی که در چنین شرایط بسیار وخیم و خراب خبرنگاری دارن و در افغانستان در شرایطی که دشوارترین شرایط است برای یک زن در افغانستان و او هم خبرنگار باشه، چی توصیه میکنیم و با طوری که گفتیم با شرایط بسیار وخیم روبرو است؟ توصیه شما به خاطر ادامه فعالیت‌هایشون چی است؟ بله، توصیه من همیشه برای همکاران من در داخل افغانستانی بوده که در شرایط فعلی امنیت و سلامتی خود در اولویت قرار بدن. این مهمترین و کلیدی‌ترین اصل برای روزنامه‌نگاری و برای ارائه گزارش‌های
پیرامون وضعیت زنان در افغانستان است. خبرنگار مرده هیچ وقت نمیتونه چیزی رو گزارش بده. خبرنگاری که زخمی بشه، خانه‌نشین بشه، خبرنگاری که بازداشت بشه، هیچ کاری کرده نمیتونه. اول ایمنی و سلامتی جسمی و روانی. بعد من توصیه میکنم که با تمام قدرت و شجاعت به فعالیت خود در داخل افغانستان ادامه بدن با رعایت همون مواردی که عرض کردم، و از طرف دیگه با نهادهای بین‌المللی و رسانه‌هایی که در تبعید هستند تلاش کنند تا صدای خود و صدای زنان رو به گوش جهانیان برسانند. و از طرف دیگر امروز با استفاده از ابزارهای دیجیتالی و مکانیزم‌های امنیتی، خب امنیت فیزیکی و دیجیتالی خود ما میتونیم به درستی انجام بدیم. وقتی بیرون میشیم یک سری موارد ایمنی رو در نظر بگیریم که جان ما به خطر نیفته. و از طرف دیگه خب خبرنگارا و رسانه‌هایی در بیرون هستن، علاقمند هستن که با زنان خبرنگار کار کنن، زنان خبرنگار تلاش کنن که به کار خود در شرایط فعلی همچنان ادامه بدن. فرصت‌های وجود داره برای ادامه کار، اما خب در نهایت چیزی که مهم هست اینه که تلاش کنن تا برشان مشکلی و نگرانی امنیتی ایجاد نشه. و خوشبختانه تا حالا خبرنگاران زن لحاظ امنیتی که مورد شکنجه و خشونت و برخورد و بازداشت و زندانی شدن باشه تا حالا خوشبختانه ما از زنان حداقل نداشتیم در داخل افغانستان، اما خوب است که این مسائل همکاران رو بیشتر در نظر بگیرن. آرزو میکنم. خب وقت برنامه آیسته نزدیک میشم و چیز دیگه که من از یک همکار از شما با پرسش میگیرم. من در این روزا افکاری دیدم از بانوان چینایی با طالبان. شرایط فعلی زنان افغانستان ببینید چقدر با دشواری ها زندگی میکنن. تنها خبرنگاران ما در مجموع زنان افغانستان حق ای چیز ندارن. شما من از یک خبرنگار مجرب چی فکر میکنین و این افسان خود از طرف رسانه ها به چاپ رسیده و انتشار پیدا کرده؟ آیا با چنین منایسی یک خبرنگار شما با این تصویرات که پخش شد در این روزها، خصوصا دیروز تا امروز نشر شده، چی فکر میکنین؟ عملکرد طالبان در دوره اول حکومتداریشان و حالا هم در دوره دوم حکومتداریشان نشان میده که اینها هیچ پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی و دینی که خودشان به تاکید میکنن ندارن. یعنی طالبان استفاده ابزاری از دین برای ترویج روایت و ایدئولوژی و تفکر خود برای انجام میدن. من باور دارم که طالبان گروه اسلامی نیستن و گروه به شدت افراطی و به شدت گروهی که از اسلام و از ارزش‌های اسلامی استفاده ابزاری میکنه در راستای اهداف و ماموریت‌های خود. اگر گفتگو با زن و صحبت با زن، عکس گرفتن با زن خلاف اصول اسلامی هست، خب چرا شما با زن آمریکایی و زن خارجی گفتگو میکنین، با او مصاحبه انجام میدین، با زنان چینایی عکس میگیرین، با اونها به اصطلاح کنار هم نزدیک میشین، حرکات نمایشی انجام میدین؟ خب این نشان میده که بنای طالبان اصلا باور به مسائل ندارن و وقتی که زنان خارجی را بنای، چون میدانن که وقتی که خارجی ها و سازمان های استخباراتی جهانی و منطقه‌ای با طالبان ارتباطات نزدیکی دارن، طالبان به خاطر حفظ قدرت خود و برای نزدیکی به اون به اصطلاح کسی که به اونها پول میده و به اونها نزدیک میشه تلاش میکنن تا بنای خود رو نشان بدن که بله ما با شما هستیم. حالا میدانید که چین با طالبان نزدیک شده، آمریکایی ها بنایی با طالبان نزدیکن، بعضی کشورهای منطقه با طالبان نزدیکن و طالبان تلاش میکنن که با اونها نزدیکتر بشن، در حالی که خب وقتی که زن و نزدیک شدن با یک زن نامحرم خلاف اصول و ارزش‌های گوناگون معتقدن هسته، خب چه فرق میکنه چه چینایی باشه، چه ایرانی، چه آمریکایی و چه افغانستانی. بنابراین من نشان میدم طالبان بیشتر برای حفظ بقای خود به هر ابزاری دست میزنن، حتی رعایت نکردن ارزش‌های دینی که یا پالیسی که خودشان به باور دارن و خودشان معتقدن که حکومت ما حکومت اسلامی است. و به نظر من اینها بیشتر کارهای سیاسی استخباراتی است که برای روی خوش نشان دادن به شرکای خارجیشان است. واقعا که من همچنین فکر میکنم و از طرف دیگر نگران کنم دست من هم یک زن هستم و خب
گفته ها بسیار زیاد است. خب آقای فیصل، شما گفتیم که در یکی از روستا در خارج از افغانستان پژوهشگر هستیم. برای من جالبی است که شاگردای شما کیا هم؟ من از 2 سال به به عنوان پژوهشگر در کالیفرنیا مرحله اول در سال اول در دانشگاه ایالتی سن خوزه با انستیتوت حقوق بشر در این دانشگاه کار میکنم به عنوان پژوهشگر و حالا هم در دانشگاه استنفورد هستم به عنوان پژوهشگر روزنامه‌نگاری جان اسناید. کارم بیشتر انجام پژوهش و مشارکت در کارهای اکادمیک و شرکت در کنفرانس ها و اینا هست. متاسفانه شرایط تدریس تا حالا در دانشگاه نداشتم، اما در برخی از کالج ها و مراکز آموزشی من روزنامه‌نگاری را برای نوجوانان و جوانان آمریکایی تدریس کردم برای مدت چند ماهی، اما بیشتر کارم متمرکز بوده به تحقیق و کارهای اکادمیک تر، کارهای علمی تر و من در 2 سال پسین در دانشگاه ها پیرامون وضعیت روزنامه‌نگاری و رسانه ها در رژیم استبدادی طالبان در 3-4 محور پژوهش انجام دادم و پژوهش تازه‌ای ما که انشاءالله تا 2 هفته دیگه علنی خواهد شد. ما در مورد تجربه زیسته خبرنگاران افغانستانی که در زندانهای طالبان مدتی رساکاری کردن بوده، یعنی ما تجربه اونها را جستجو کردیم، با اونها گفتگو کردیم که در زندان به اونها چه گذشته، چگونه با شکنجه و تهدید و ارعاب روبرو شدن و اونها چگونه در زندان استراتژی های تاب‌آوری و مقابله‌ای را در نظر گرفتن تا آسیب‌ها و خطرات کمتر بکنن و این پژوهش توسط انستیتوت ما انجام شده و با همکاری دانشگاه و قراره که به زودی ما این را منتشر بکنیم و امیدوارم که در آینده فرصت بشه که همونطوری که تدریس در افغانستان در رشته روزنامه‌نگاری من 12 سال ادامه دادم، حالا بتونیم اینجا هم به عنوان مدرس و استاد روزنامه‌نگاری بتونیم اینجا هم به کار خود ادامه بدیم. بسیار عالی. من فکر کنم دارید پژوهشگر هستین، حتما شاگردای هم دارین. برای من جالب بود بفهمم که شاگردای شما اگر هستن کیا هستن و گفتینم که شاگردای هم داشتین و آرزو دارم که ادامه پیدا بکنه و روز استاد شوین و درس‌های رسانه‌ای برای جوانانی که هم از افغانستان باشه، من در مجموعه از کشور زندگی میکنین باشه، به خاطر که شما تجربه کاری بسیار مقبول دارین و به محقق میرسین. سلامت باشین. تشکر. اگر من از آقای فیصل کریمی پرسان بکنم که من ایسی یک کارمند رسانه‌ای، یکی از یک ژورنالیست مجرب کشور ما که فعلا در تبعید زندگی میکنه، چی آرزو داره؟ چی خواهد؟ تنها آرزویی که من دارم، باور کنم دغدغه من هست، ای که روزی سرزمین ما آرام بشه و ما بتانیم دوباره به کار خود هر کدام به نوعی در داخل افغانستان ادامه بدیم. یعنی باور کنین آرزوی میگه است که دوباره به عنوان استاد سرصنف دانشگاه در افغانستان ایستاد باشم و برای سرزمین خود کار بکنم. آرزوی میگه است که در کنار خانواده خود باشم و خانواده ما همگی در سر یک سفره بشینیم، نان بخوریم و صحبت بکنیم و اختلاط بکنیم و گفتیم مایراتی ها. و تنها آرزوی ما، این آرزوی بزرگ و آرزوی کلانی هم نیست، یعنی حداقل آرزویی است که ما مردم افغانستان داریم که بتونیم دوباره کشور خود ببینیم. این حداقل آرزوی شما از غربی ها اینجا اگر بپرسید که آرزوی چی هست، خب آرزوی ما متفاوته. آرزو ما است که دوباره زادگاه و سرزمین مادری خود دوباره ببینیم و خاک او را لمس بکنیم و بوسه بزنیم. آرزو را من هم که با آرزویتان برسیم و این آرزو را فکر میکنم تمام افغانستانی ها دارن و آرزو میکنم بر همه که چنین روز شود. و من هم از کارمندان رسانه‌ای ما که در خارج از کشور فعلا در تبعید هستن زندگی میکنن، صحبت های محترم فیصل کریمی را شنیدن که گفتن بیایید که با هم کار بکنیم، بیایید دست به دست شویم، کار رسانه‌ای را بیشتر تا تقویت بیشتر بدیم و در اینجا جای نیست که ما با یک دیگر در اینجا به اصطلاح افغانستانی همچشمی بکنیم. نه، بیاییم که کار رسانه‌ای خود بیشتر تقویت بدیم، با هم باشیم و کار خوبتر و خصوصا همکاران ما که فعلا در افغانستان کار با این دشواری‌هایی که دارن کار میکنن اونا را تقویت بخشیم. و بله، صحبت‌های بسیار جالب، بسیار مقبول. من شما یک دنیا سپاس میکنم با وجودی که وقتتان زیاد بود
و لبای گفتین دعوت ما را پذیرفتین. دنیا سپاس و جا داره که من از محترم فرید یونس هم سپاسگزار باشم که چنین شخصیت را برای من امکانات مصاحبه را برای من با فیصل کریمی مناسب ساختن که من ازشان یک دنیا سپاس میکنم. محترم فیصل کریمی، با روزای دلتان برسین و کار رسانیتان موفق‌تر باشین. بازم از شما سپاسمند هستم. تشکر. سلامت باشین، جانتان جور باشه. امیدوار هستم که همه مردم ما در مرحله اول سالم و صحتمند باشیم و دوباره بتانیم سرزمین آرام و آبادی از افغانستان ببینیم. تشکر از اینکه برای من فرصت دادین و آرزوی سلامتی و بهترین ها برای شما و همکاران و همه بیننده های گرامی. بیننده عزیز تلویزیون زرین، دوستان برنامه ساعت بازنی، گفتم شنیدید جالبه با محترم فیصل کریمی. آرزو میبرم که شنیدین و دیدین. آرزو میبرم که حتما مورد توجهتان قرار گرفتم. من صحبت ها بسیار بر من مورد توجه بود و با لذت گوش میکردم که آقای فیصل کریمی یه همکارش که با چنین زیبایی و مزه‌دار صحبت میکردن درباره کار رسانی که با وجودی که دشواری‌های کشور گفتن که بر من هم نگران کننده بود. اگر راست براتان بگویم هم متاثر شدم با صحبت‌هایشان که ما کارمندای رسانی با چنین مشکلات در کشور کار میکنن و نگران کننده است. ما برای هر یکشون آرزوی موفقیت میکنم. از شما هم آرزو میبرم که همیشه بیننده برنامه تلویزیون زرین باشین، برنامه ساعت بازرین تا برنامه دیگه که برای شما آماده می‌سازیم. الله یار و مددگارتان باشه. شب و روزتان خوش و خندان و در هر جایی که هستین، در گوشه که دنیا که هستین، با سلامتی و خوشنودی زندگی بکنین. خداوند یارتان در